امروز قراره با هم یه آدنا کباب ترکی درست کنیم به سبک کباب بازی. من هومن هستم و اینجا کباب بازیه. اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید لطفاً همین الان سابسکرایب کنید و با من همراه شید بریم یه آدنا کباب خوشمزه درست کنیم. بریم با هم مرینیت کباب رو آماده بکنیم. از پیاز شروع میکنم. توصیه میکنم همیشه برای انواع کباب کوبیده از پیاز زرد استفاده کنید، چون پیاز زرد باعث میشه که طعم کبابتون نه خیلی تند بشه و نه خیلی شیرین. پیاز سفید و پیاز قرمز مناسب برای کباب کوبیده نیست. پیازتون رو پوست بگیرید، به قطعه‌های درشت هم خرد کنید، چون میخوایم توی ظرف بلندر بریزیم و اونا رو کاملا خرد کنیم. به روش سنتی تمام این سبزیجات رو با اون ساتورای مخصوص ترکی خرد میکنن، اما چون توی خونه در دسترس نیست و شرایطش نیست، ما از بلندر استفاده میکنیم که کارمون راحت‌تر و یک دست‌تر بشه. بعد از اون به سراغ فلفل دلمه‌ای یا فلفل کاپی قرمز میریم. اگر فلفل کاپی در دسترس نداشتید فلفل دلمه‌ای هم خیلی خوب میشه. فلفل رو هم به قطعات درشت خرد میکنم و به ظرف بلندر هم اضافه میکنم. فلفل دلمه‌ای قرمز یه طعم خاصی داره. همیشه بین فلفلای دلمه‌ای فلفل دلمه‌ای قرمز از همه خوشمزه‌تر و شیرین‌تره. بعد از اون سراغ جعفری میرم. ساقه‌هاش رو هم جدا نمی‌کنم. با ساقه درشت خرد می‌کنم و جعفری رو هم به ظرف بلندرم اضافه می‌کنم. حالا وقت اینه که همه مواد رو با همدیگه چرخ کنم یا بلند کنم. دقت کنید که خیلی نباید این بلند کردن رو ادامه بدید که پیازتون خیلی آب بندازه. در حدی که پیازتون یک نواخت با سبزیجات خرد بشه کفایت میکنه. حالا وقتشه که آب اضافه سبزیجات رو بگیرم. من از یک کاسه و یک تیکه پارچه استفاده کردم. سبزیجات و پیاز خرد شده رو داخل اون میریزم و با فشار دست حدود 60 الی 70% آب اون رو جدا میکنم، چون اگر این آب وارد کباب بشه ممکنه که کبابم انقدر نرم شه و آبدار بشه که سر سیخ بریزه. شما از توری هم میتونید برای این کار استفاده کنید. نمک و ادویه رو من به پیاز و مخلوط سبزیجاتم اضافه میکنم. این کار باعث میشه که به صورت یک نواخت طعم ادویه و نمک به گوشتم اضافه بشه. این کباب ادویه خیلی زیادی نداره. نمک، فلفل سیاه و فلفل پول بیبر که اگر در دسترستون نبود میتونید از فلفل پاپریکا هم استفاده کنید. ادویه رو با مواد حسابی مخلوط میکنم، کنار میذارم. حالا وقتشه که یک ظرف مناسب بردارم و کبابم رو با هم مرینیت کنم. گوشت رو به ظرف اضافه میکنم به اضافه ادویه و مخلوط سبزیجات و شروع به چنگ زدن و کف مالی میکنم. اینقدر این کار رو ادامه میدم تا یک مقدار از بافت چربی خارج بشه و گوشت حسابی چسبندگی پیدا بکنه. به صورت سنتی این کار رو هم روی تخته با اون ساتورای قشنگشون توی ترکیه انجام میدن، اما توی خونه امکان این کار نیست و همین کفایت میکنه. کبابمون باید 1 ساعت حداقل توی یخچال استراحت کنه و بعد از اون میریم برای سیخ گرفتن. من اول با سبزیجات شروع کردم. برای دورچین غذا من از گوجه و فلفل کاپی استفاده کردم. شما از هر نوع سبزیجاتی که دوست دارید میتونید برای دورچین کبابتون استفاده کنید، اما از قدیم گوجه کبابی یار جدا نشدنی انواع کباب بوده و واقعا توصیه میکنم کنار کباباتون حتما گوجه کبابی هم داشته باشید، چون هم رنگ جذابتری به بشقابتون میده و هم طعمش رو تکمیل میکنه. خب دیگه بریم آماده شیم برای سیخ زدن کبابا. سیخ زدن انواع کباب کوبیده یک سری نکات مهم داره و بیشتر از اون نیاز به تمرین و مهارت داره که یک ویدیوی کامل براتون درست کردم و 0 تا 100 آموزش سیخ زدن کباب کوبیده با نکات مهمش رو توی اون بهتون آموزش دادم. لینکش رو این بالا میذارم، لطفاً برید ببینید و نظراتتون رو هم حتما برام بنویسید. حدود 100 الی 120 گرم گوشت رو برمیداریم، به سیخ انتقال میدیم، شروع میکنیم باز کردن روی سیخ. توی
سیخ گرفتن کباب کوبیده، انگشت اشاره تقریبا هیچ کار است. 60 و 3 انگشت دیگه کار میکنن. در انتها هم شروع میکنیم با 60 گل انداختن روی کباب، سر ته کباب رو میبندیم به این شکل. کبابای ما آماده است. دیگه وقتشه که با هم بریم روی منقل و کباب بازی. برای کباب بازی بهترین گزینه همیشه منقل زغالی است، اما توی این ویدیو از منقل گازی استفاده کردم و بهتون پیشنهاد میکنم از هر نوع منقلی که در دسترس دارید استفاده بکنید. خیلی مهم نیست که چجوری میپزید کبابتون رو. حتی اگر منقل ندارید میتونید از صفحه گریل استفاده بکنید و روی صفحه گریل کبابتون رو بپزید. چند نکته مهم برای پختن کباب کوبیده هست که در مرحله اول باید آتیش منقلتون زیاد باشه و تقریبا هر 10-15 ثانیه یک بار کبابا رو بچرخونید تا زمانی که کباب تغییر رنگ بده و خودشو به سیخ بگیره. بعد از اون نیاز هست که یه مقدار شعله رو پایین بیارید و با حرارت ملایم اجازه بدید که کبابتون کاملا مغز پخت بشه. کباب ما هم دیگه آماده است، بریم برای سرو کردنش. آدنا کباب یه نوع کباب کوبیده به سبک ترکیه‌ایه که در نوع خودش بسیار بی‌نظیره. از عطر و طعمی که سبزیجات به گوشت میده واقعا نمیشه غافل شد. اگه طرفدار کوبیده هستید حتما درستش کنید و از طعم بی‌نظیرش لذت ببرید و اون رفقای شکمو رو فراموش نکنید. همین الان این ویدیو رو باهاشون به اشتراک بذارید. من همیشه منتظر خوندن کامنت ها و نظرات شما هستم، پس همین الان نظرتو برام بنویس. مرسی که ما رو دنبال میکنی.